من مشکلم با شاهین پول پرست بودنش بود. من گفتم تو به خاطر پول منو نادیده گرفتی. من آسیب دارم. وقتی این شخص نمیتونه تحمل کنه که من خودم رو درمان کنم برگردم به قهرمانی، چه بهتر که کلا نباشه. من زمانی که اومدم توی این برنامه گفتم آقا من نباید اینجا کسی بفهم پارتنر دارم، چون این برنامه‌ای که شما میای اینجا پارتنر پیدا کنی. تو با محدثه وقتی توی اینجا بودی کات کردی و با تناس حدوداً 20 روزه داری اونجا میخوابی. تو باید اتفاقا اونجایی که دوست ورزشکارت نمیتونه تمرین بکنه تو باید اونجا خودتو نشون بدی. تو بهش بگو اوکی فعلا نمیخواد بری. اونی که احساس پشیمونی میکنه و 100% میگه عجب غلطی کردم شاهینه. واقعا پرام ریخته دیگه. چی فکر میکردم چی شد.